چقدر تو خود بالاتر آشیدی که حالی ده هر گپ بری تو ملک بیا یک، یا میگه نه الله را ما با چشم سر ببینیم که در دنیا چیسته نه امکان پذیر نیست. الله برای کسی چی نمیکنه در دنیا، به خاطری که توانی شکست نداره از دیدار الله متعالی و خاص است در آخرت. دو شرط تصدیق نبوت پیامبر علیه السلام شرط ماندن که دو شرط پوره شود باز ما میکنیم. خب آیا این مردم ها این پیشنهادشان از روی حقیقت است؟ نه، در ظاهر پیشنهاد است لیکن در حقیقت یا سری رسالت تعن گفتن. پیغمبر علیه السلام نبوتش تعن گفتن که تو نه پیغمبر نه ملک حقیقت خدا آوردی و نه الله برای راست ما را گفته که تو پیغمبر هستی، از او خاطر برو ما قبول نداریم. الله چی میفرمه؟ لقد استكبروا فی انفسهم یقینا یا تکبر کردن در نفسای خود را قابل ازی دانستن که نعوذ بالله ملک یا برش بیای یا الله را به چشم سر ببینه. این علامه تکبرشان است. چرا؟ به خاطری که انبیا علیهم السلام ایمان نآوردن و خود قابل ازی دانستن که ملک برشان بیاید و الله را ببینه. و عتوا عتوا کبیرا، سرکشی کردن عتوا کبیرا، به سرکشی خیلی بزرگ. چرا؟ فرمایش دیدار الله را در دنیا طلب کردن در حالی که در دنیا دیدار الله نصیبی کسی نمیشه و چیز دید انسانیت توانی دیدار الله متعال نداره. موسی علیه السلام هم طلب کرده بود، الله متعال به مجردی که جلوه انداخت بالای کوه طور، موسی علیه السلام بیهوش شد. این برآمدن از حد انسانیت است که شما اینقدر گپا را میزنی. یکی و عتوا عتوا کبیرا، یا یقینا که سخت این نشان تکبرشان است، نشان سرکشیشان است که یا دیدار الله را طلب کردن. یوم یرون الملائکه، چرا یا طلبی دیدار ملائکه میکنه؟ دیدار ملائکه در دنبال خود بسیار چیسته سختی ها را داره. چرا؟ ملائکه دیده میشه که در حالت مرگ است، یکی در قبر است، یکی در روز قیامت است. سه جای ملائک میآید. در مرگ وقتی که میآید ملائک برای کفار، زمانی که روح کافر قبض میکنه، روح کافر طوری قبض میکنه مثل که در بین خمیر چیسته خاره داخل کرده باشی و میکشی که کلی خمیر همینطور جر میکنه، پاره میکنه. روح کافر وقتی که از بدن میبراید به سیستم است، برخلاف روح مؤمن اون به مثل که موی از خمیر میکشی. به این قسم آسانی است. چرا شما مطالبه آمدن ملائکه میکنی؟ از آمدن ملائکه خبر نداری که در دنبال خود سختی ها و مصیبت ها داره؟ شما کفار خو ملائکه روحیتان به می قسم میکشه و روحیتان آنقدر بدبو است که هیچ پرسان نکو. در قبر میای ملائک منکر و نکیر از شما سوال میکنه. سه سوال از پیشتان میکنه، من ربک و ما دینک و من نبیک. شما جواب نداره، باز قطع گرز یا هنین میزنتانه که شما ذره میشه پس دوباره زنده میشه. چرا شما مطالبه آمدن ملائکه داره؟ خیلی کدام عمل انجام دادی؟ عملی نیکه قطعا انجام نداده. سوم در روز قیامت ملائک میآید که شما را محاصره میکنه در محشر و میبرتان طرف جهنم به تیله دادن در زنجیر پیچا، شما را لغت زده میبره. شما ملائکه چرا تقاضا میکنه؟ برخلاف مؤمنان که در هر موقع ملائک برای از یا خوش خبری خوش دلداری است، شما چرا ملائکه تقاضا میکنی؟ یوم یرون الملائکه، روزی که ببینه ملائکه، لا بشرا یومئذ، هیچ نوع خوشحالی و نوید برای از یا نیست، نوید خوشبختی نیست. یومئذ در این روز للمجرمین، برای مجرمان، بلکه روزی رسوایی می باشه، روزی سختی می باشه. و یقولون، باز میگویا امی مجرمین، حجرا محجورا، ای کاش که حائل می بود یک حائل خیلی محکم، یعنی که اجماع یارا نمی دیدیم. چرا؟ سختی سرتان میاد. یک ترجمه. دوم و یقولون، میگه حجرا پناه میگیریم، محجورا به پناه محکم که از یارا ما حتی نبینیم شه. دو ترجمه. سوم ترجمه و یقولون، میگویا ملائک میگه در این صورت یعنی امروز بشارت برای شما نیسته. یقولون میگه حجرا محجورا، خوشخبری براتون ممنوع شده. محجورا به ممنوع شدن، بالکل حرام شده که برای شما اجنه و خوشحالی نبیاید. هر سه معنا درست است. و قدمنا الی ما عملو،
این مردم ها در دنیا یک کم کم کارهای خوبم کرده، امید داره که کارهای خوبی ما یک چیزی نتیجه داره. الله متعال میگه نه، چون که فاقد شرط قبولیت عمل هستن، نه ایمان داره، اخلاص و متابعت و پیروی از رسول الله نداره، عملشان هم برباد است. و قدمنا، ما میرسیم، قصد میکنیم یا متوجه میشیم، الی ما، بسوی آن چیزی که عملو، این کفار عمل انجام داده که در ظاهر عمل نیک است، من عمل نظم عملشانه، فجعلناه، میگردانم عملشانه همانند هباء، ذرات و خاک، منثورا، که در هوا پراگنده شده باشه. مثل که ذرات خاک در هوا پراگنده شده، هیچ است. اعمال کفار که در ظاهر نیک است در دنیا انجام داده، کلش ذرات خاک واری، غبار واری، در هوا چی میشه؟ پراگنده میشه، هیچ باقی نمیمانه. چرا؟ شرط قبولیت عمل اول ایمان است، بعد از ایمان دو شرط است، اخلاص و متابعت کاملی که نقشه رسول الله صلی الله علیه وسلم. این کفار اثر ایمان نداره، اخلاص خوب بگذار، متابعت و پیروی خوب بگذار. اگر چی آیت در مورد مشرکین است، اما حکمش عام است، قمچین زده میشه در فرق سری اون مومنی که بدعتا را انجام داده به نیت ازی که حتما ثواب داره، در روز قیامت به دردم میخوره. کدام بدعتا را که انجام داده ای؟ میلادا کردی، 3-4 سال پورگی جمعی کارا را کردی، نعوذ بالله، کلش بدعتا است. این انجام داده ای به این نیت که فایده داره. مردم بعد از نماز میشین امرای مولا امامی خود با دست جمعی دعا میکنه در فکر ازی که فایده داره، لیکن در روز قیامت هباء منثورا است. چرا؟ بعضی اعمال دیش اخلاص نیست و بعضی هم چی است؟ متابعت و پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست. آجی صاحب مسجد جور کرده، لیکن نامی خود در اونجا در سر نوشته کرده. این فکر میکنه که مسجد جور کردم، لیکن بگوی مسجد چی کرد؟ ریا کرده. هباء منثورا است. هر قدر عملی بزرگ است. در حج رفته، تمام تکالیف حج تیر کرده، لیکن پس آمده خودنمایی کرده، مردم جمع کرده. دیگر روز به یک سیاسر در مسیر سرک سلام نمیپرته، در پا نمیده، لیکن در اونجا که آمده اتر چیست توضیح کردن جای نماز است که پرسان نکو، ساتار آورده او مچم که کره ها را آورده به مردم داده رایسته. توی یار توضیح کو، باز معلوم میشه که اعمال چی رقم است، چه رقم اعمال در اونجا هسته. و قدمنا الی ما عملوا، ما متوجه میشیم به آن چیزی که عمل کردن کفار از عمل کارای نیک، فجعلنا، میگردانیم هباء منثورا، همانند گرد و غباری که پراگنده در روا شده باشه، هیچ چیز به دستشان نی. یعنی این اعمال مانع دخول جهنمشان شده نمیتونه. اصحاب الجنت یومئذ، وضعیت خوب مؤمنان را الله بیان میکنه که خوب و دردمند شود. صاحبان جنت در این روز خیرون بهتر است، مستقرن از روی قرارگاه، و احسن و خیلی بهتر است، مقیلا از روی آرامگاه، یعنی جای استراحت و قیلوله که میکنه. مقیل جای قیلوله را میگه. در چاشت روز که انسان خواب میشه این خواب قیلوله میگه، و در موقعیتی که خواب بشوره مقیل میگه. الله متعال میگه جنت خوب قرارگاه است و بهترین وقتی چی است؟ استراحت و آرام است. چاشت روز انسانی که کار میکنه، محنت میکنه، در چاشت روز سخت زله میباشه، وقتی که میاد گرمی هم زیاد میباشه، در هوای سرد که میفته خواب خویش میآید، بهترین خواب مزه داره. اما طور جای است. و یوم تشقق السماء بالغمام، لیکن اونجا چیست؟ به خاطر جای استراحت گفته مقیل، به خاطر که در جنت خواب ماب نیست برادرها، اونجا فقط همیشه راحت است، انسان هیچ چیز نمیبینه. و یوم تشقق السماء، در روزی که بشکافه آسمان، بالغمام، به ابر، یعنی الله متعال ابر میاره به مثل ابر واره که آسمان پرچه پرچه تیکه تیکه میشه. آلی الله متعال در اینجا بیان 4 صفت را میکنه که کلش سختی ها را ببار، یعنی 4 صفت سخت را بیان میکنه که میآید. و این خودش اشاره به ایسته که الله متعال آمدن میکنه. چرا ابر میآید؟ به خاطر که خودی از همین کفار گفته بود که چرا الله نمیاد و ملائک نمیاد. در چی؟ در ابرها. اینجا مراد اونمو گپ است که مطالبه کفار است، الله با امرای ابرها میاد، یعنی ابرها و خود الله میآید. اینجا اینطور نیست که فرمان الله میآید، این معنای تاویلی را نمیکنیم، خود الله میآید. اما رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال است.
روزی که میای تشقق السما، پاره پاره میشه، میشکافه آسمان، بالغمام به ابر، یعنی ابر از پیشش پایین میاد. و نزل الملائکه، پایین میاد ملائک تنزیلا، به پایین شدن. آسمان اول ملائکش اول میاد، بعد از دوم، سوم، چهارم، به خاطر که میدان محشر مکمل محاصره میکنه، کل مخلوق محاصره میکنه. ملائک آمده رئیس. الملک یومئذ الحق، الملک پادشاهی واقعی یومئذ در روز، الحق که پادشاهی حقیقی است، واقعی است. تنها برای کی می باشه؟ للرحمن، برای ذات رحمان می باشه. همون ذاتی که از همون نامی که یا فرار میکردن. و من رحمان، رحمان کیست؟ برش گفته میشه رحمانی نیست، رحمانی نیست. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، این روز بالای کفار خیلی دشوار و سخت است. چرا؟ به خاطر که محکمه شروع میشه، میدان عدالت قایم میشه. این کفاری که کل عمر در بیراها در دشمنی اسلام تیر کرده، دین و حق تیر کرده، یک لحظه عبادت الله را نکرده، الله را نشناخته، سخت ده حراس می باشه. الله ما را نگاه کنه، بسیار سخت است که در اونجا محاکمه شروع میشه، ولی تو روزه را خورده ای، نماز نخوانده ای، همیشه بنده شهوت شده ای، خواهشات نفسانی شده ای، چیست احکام الله متعال نکرده ای، سخت حالت بد است. ابی هریره رضی الله عنه در حدیث مسلم شریف میآید، الله متعال میآید صدا میزنه، انا الملک، ما پادشاهستم، این الجبارون، این المتکبرون. کسایی که خدای دعوای جباریت میکرد، مردم از زور و ظلم بکرد میزد، حالا دو املک و دو املک امریکا واره، حالی که هر دولت چی میکنه؟ حمله میکنه، ما حمله میکنم. حمله را در کجا میکنه؟ در ممالک اسلامی، در مملک کفری نه. اسرائیل و فلسطین روز مرا دیده و بچگکا و زنایی که رقم اینطور حالت سخت بمبارد سرشان شده، این کفار یک روزم نمیگه که اسرائیل چیست؟ تروریست است، اسرائیل بد کرده. نه 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 نه، هر جایی که مسلمان سر میکشه، دفاع غیرت و ناموس و دین خود میکنه، او تروریست القاعده است. چی چاپلوسای مسلمان نما، این مسلمانی واقعی آدم گفته نمیتونه، و در پولیشون استاد میباشه، و هم باز همی کلمات القاعده و تروریست در زبان رانده رو ایستاده، هر سخنی خود. تو امروز القاعده و تروریست گفته برو انشالله پیش الله رفته نیستی. الله از پیشت سوال میکنه که از امریکا که در تروریست دیگه پیداست یا نه؟ در دنیا از امریکا که در تروریست دیگه نیست. تروریست کی را میگه؟ که وحشت از مردم آورده، اوی که ناسازکی و چی او ریشمیا را یک دم تباه کرد، کلی مخلوق یک دم، که یک لحظه دیگه زنده نماندن. او را تروریست نمیگه، او را دهشتگرد نمیده. مسلمان تروریست و دهشتگرد است و تم قطش زمزمه میکنی، او خود کافر است. افسوس به حال تو که امرای ایمانی در جهنم بری، امرای از او در جهنم بری. خب لیکن روزه هم گرفته، نمازم خوانده ای، این را باید بدانی. الملک یومئذ الحق، پادشاهی در روز الحق واقعی، پادشاهی که هیچ نوع اختیارات به کسی دیگری نداده شده. در دنیا یک چیز اختیارات به مردم مخلوق الله داده، هر کس اون غر میزنه، امریکام. لیکن روز فرا میرسه که نه تیاری بی فیلوت است، نه این قدرت ها هیچ گپا نیست. و کان یوما علی الکافرین عسیرا، این روز بالای کفار چی می باشه؟ سخت می باشه. در حدیث میاد الله متعال آسمان ها را به دست راست خود تو میده پیچانه، و بعد از چیسته به دست دیگه خود زمین ها را، و بعد از صدا میکنه که چاستم. کجا شد؟ جبارون و متکبرون کجا شد؟ و یوم یعد الظالم، در روز الله لشدت ندامت و کسایی که به بیراه رفتن، دوستای گمراه را برای خود گرفته بودن، حالی افسوسی عملی میکنه، لیکن به دردشان نمیخوره، بی جای افسوس میکنه. این را میگه بی جای افسوس. انسان باید بی جای افسوس نکنه، در موقعش باید بیدار و هوشیار باشه که اونطور حالت سرش نبیه که باز نادم و پشیمان شوه. چقدر درس عظیم است و این کمال مهربانی الله متعال است که تصویر او جهان امروز به پیش ما و تو پیش کرده، به ما و تو میگه کدام چیز انسان ندامت و پشیمانی میکنه. بیا دیگه، و یوم یعد الظالم، در روزی که میگزه ظالم مشرک حالا یده به دستای خود، زمان سختی و تکلیف مشاهده میکنه، عذاب الله را میبینه. یقول، میگه افسوس قولی و افسوس عملی هر دوره میکنه.
افسوس عملی گزیدنی چیستا کلک خود است. و افسوس قولی اونه در زبان میگه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی، ای افسوس ای علاکتی ما میگرفتم مع الرسول امرای پیغمبر سبیلا را نمیگم امرای امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم. امرای پیغمبر را میگرفتم، امرای پیغمبر را میگرفتم. یا ویلتا لیتنی، ای افسوس کشکی لم اتخذ نمیگرفتم فلانی را خلیلات به دوستی خود، او را دوست خود جور کردم تباه و برباد کرد. چقدر مهم است دوستی، با امرای کی شوه و رای کی باید گرفته شوه. قرآن براتان میگه بجز از رای پیغمبر هیچ راه دیگر سبب نجات انسان نمیشه، راه های پیرسایبا سبب نجات انسان نمیشه. رای پیغمبر احادیث و تعلیماتش است که در کتابا مدون شده، تعلیم شوه، به مردم بیان شوه، هیچ راه دیگری خلاصی نیست. پیر صاحب طریقه های خود ساخته خود سری مردم عملی میکنه، ذکرهای خود ساخته خود، تفسیر ریاضی را به مردم کرده رایسته و مردم گنگ باره برش نشسته است. این راه نیست. قرآن میگه اونجا بازارمان میآید که امرای پیغمبر حرکت میکردم، حدیثی پیغمبر برات بیان میشه، در مذهب ما نیست گفته چیخ زده رایستی، اونجا باز معلوم میشه که گپ برات فایده داره یا نقصان داره. حدیث پیغمبر بچه شم میشنوی، بس گوش میشنوی، بله ده حدیث خاص خود مذهب ما نیست، مذهب ما همینطور گفته برو باز معلوم میشه. یک یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، افسوس میکنه که کاش که فلانی را دوستی خود نمیگرفتم. حدیث ابو داود است، پیغمبر علیه السلام میفرماید الرجل علی دین خلیله، هر شخص به دین دوستی خود است. فلینظر، باید ببینه امرای کی، فلینظر احدکم، یکی شما ببینه، من یخالل، امرای کی دوستی داره. دوستیت کیست؟ دوستی کیست؟ امرای چی؟ هنرمندا برش میگه دوستم هنرمند است، قمارباز است، شرابخور است، فاسق است، قماندانی چور و چپاولگر است. دوستت کیسته؟ اونمو دوستایت است و تو را میکشونه مو طرف. بیبی رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه دوست بگی که یقینا تو را در راه هدایت بیاره، در مجلس ببره که او مجلس ندامت و حسرت نباشه، مجلسی باشه که قلب مطمئن شوه. در مجلس قرآن بیاره تا کش کده، عذر کده، کرای تم داده، ریشی تم گرفته که بیاده ترجمه قرآن کریم میریم. این را دوست میگه مردم، اونم این را دوست میگه، نه که بیا که یک جایی در خرابات ببرم تا غم نکو بوتل شراب سرت بخوره، در توی سازنده و رقاصه را او بیاره خودش بازی کنه، تو هم در بازی پرته. بیا یک دود بزن پروا نداره، دنیا تیر است، تق بزنه. او دوستا کدام دوستا میگیری؟ خورخندیم است. چی رقم خورخندیت است؟ کدام طرف چی میکنه؟ چی عمل داره؟ حلیه شبیبی، حرکت شبیبی، گفتار شبیبی. میریم در پارک، در پارک میبرته، نکو دوستی درست بگی. در حدیث دیگه از ابو داود است، پیغمبر علیه السلام میگه لا تصاحب الا مؤمنا، امرایی نکو مگر امرای مؤمن همراهی بکو. ولا یاکل طعامک الا تقی، نانی تا نخوره مگر کسی که تقوادار پرهیزگار باشه. نانی تا کسی نخوره که تقوادار نباشه. امروز ما با قماندانای چرو چپاولگر بگه اینطور میمانی ها میکنیم، امی آجیا امی از ترسی از وا میمانی ها که در رایسته، اما در رای الله یک نانه نمیده، بری خود دوستا میگیره. بجز از رسول الله صلی الله علیه وسلم راه دیگری نیست. پیغمبر حقیقت خود محکم بگیره، راه از او را محکم بگیره. چی رقم محکم بگیریم؟ امرای پیغمبر را پیغمبر خوب وفات کرده، صحابه میتونستن امرای پیغمبر روان میبود، در جهاد میرفتن، نماز میخواندن، هر چی که میکردن. اما امروز پیغمبر موجود نیست، تعلیماتش موجود است، هدایاتش موجود است. داخل مسجد میشم به طریقه رسول الله، نان میخورم به طریقه رسول الله، ازدواج میکنم به طریقه رسول الله، مرده را دفن میکنم به طریقه رسول الله، معامله میکنم به طریقه رسول الله، همه کارم به طریقه رسول الله. حالی مردم طریقه رسول الله را پرسان نمیکنه، مردم خفه میشه، قوم خفه میشه، فلانی خفه میشه.
زدیم کل زندگی دین خدا خراب کردیم به خاطر خفگان مردم. یک روز از رسول الله دفاع نکردیم، از سنتش دفاع نکردیم. باز ما میگیم امتی رسول الله هستیم. در قبر جواب داده میتونی که من نبیو که رهبرت کی بود؟ محمد رسول الله گفته نمیتونی. میگین نبی قومی، نبی فلانی خان، پیغمبری توسته، رهبری توسته، کلی کارای تا مطابق ازو کردی. ولا مردم بد میگه، ولا مردم بد میگه. خیر مردم بد میگه، الله بد نگویه، مردم بد بگویه. 1,000,000 دفعه بد بگویه، الله و رسولش بد نگویه. لقد اضلنی عن الذکر، اونجا باز افسوس میکنه مرا خو از گمراه کرده بود از قرآن کریم. ترجمه روان بودم آمد از دستم گرفت، نرو که وابی میشی. از قرآن در داد. بعد از جانی، پس از که آمده بود موقع و فرصت میسر شده بود، در خانه ما نزدیک بود. و کان شیطان للانسان خذولا، شیطان همین رقم انسان رسوا میکنه، ذلیل میکنه، فریب میده تا به خاطر که تو حق نشناسی. امروز همینطور شیطان هست یا نه؟ دیگه بیبی، دیگه گله نکو از عوام. عوام اخو مردم پوندانده، به مردم معرفی کرده که وهابی کافر. خلاص اینطور فلانی وهابیست و وهابی یهود و نصاراست. دعا کرده ملا صاحب، یا الله از وهابیا نگاه کنی ما را، یا الله وهابیا را تباه کنی، یهود و نصارا را تباه کنی. در چی؟ عوام بیچاره چی فهمیده؟ لیکن ملا صاحب در سر منبر میگه که نروی گمراه میشه، نروی گمراه میشه. شیطان بزرگ امی ملاست امروز. باز همی ملا که اینطور از درسای قرآن مردم اما نکرده، مردم اما نکرده. نزدیک است دم شارارا در مسجد اعلان کرده، اعلان میکنه که او مردم دخترای شما میره در فلان جای. در پوسته که در خوجه بغرای جدید ملا صاحب همی اعلان کرده، در 500 فامیلی اعلان کرده در پروژه جدید. ملا صاحب در روز جمعه تقریر کرده و مردم دخترای شما این در شاری نو میره نمانیشه. این ملای بدبختی خبیث اگر مرد استی بیا اینجا ثابت کو که این نارواست یا نادرست است. کتاب الله را گمراهی میگی، باز این مردم مسلمان پشتی اون ملا نماز میخواد. او را امام خود جور کرده، رهبری خود جور کرده. کسی که درس قرآن گمراهی بگه مسلمان است یا کافر؟ کافر است.